به عنوان یک چایخور امروز قراره روش‌های مختلف قهوه درست کردن رو تست کنم، از موکاپات گرفته تا فرنچ پرس، قهوه‌ساز ترک و اسپرسو ساز. پس بریم با هم ببینیم. سلام، من صادقم. به این ویدیو خوش اومدین. قراره توی این ویدیو دستگاه‌های مختلف رو تست کنیم برای قهوه درست کردن و ما دو مدل الان قهوه داریم. یکی این کپسولاست که مارک جیکوبز و این قهوه ترک که قراره توی این دستگاه‌هایی که خودمون دستی باهاش قهوه درست کنیم بریزیم. حالا بریم ببینیم که چه دستگاهی داریم. ما این موکاپات رو داریم که معمولا تو ایتالیا ازش بیشتر استفاده میکنن که توش آب میریزیم تو این قسمت پایینش، وسطش هم قهوه میریزیم و وقتی روی گاز میذاریم میجوشه، آب از پایین جوش میاد و میریزه تو این بالاییه. این وسیله قهوه جوش رو داریم که قهوه جوش ترکیه. فکر کنم تو ترکی بهش جزوه میگن، اگه اشتباه میگم تو کامنت ها بنویسین، که اینم یه مدل خاصی باش قهوه درست میکنن که حالا میریم میبینیم جلوتر. و این فرنچ پرس رو داریم که تقریبا میشه گفت غیر از استفاده از این دستگاهی که قراره توش کپسول بذاریم یکی از راحت ترین کاراست، چون شما قهوه رو داخلش میریزیم و آب جوش رو میریزیم و خب صبر میکنین تا آماده بشه. بعد این قسمتشو فشار میدید پایین که تفاله‌های قهوه بره پایین که راحت‌تر بتونین بریزید و فیلترش میکنه. و در آخر هم این دستگاه قهوه ساز رو داریم که شما کپسول رو برمی‌دارین و از بالا داخل دستگاه میذارید و کافیه فقط توش آب بریزید و به برق وصل کنید و بزنین که میخواید چه سایزی از اسپرسو براتون درست کنه دیگه. خب بریم ببینیم که این دستگاه چجوری کار میکنن. دونه دونه هر کدوم رو باهاش قهوه درست میکنیم و بعدش مزه‌هاشون رو تست میکنیم و چیزای مختلف بهشون اضافه میکنیم مثل شیر، دارچین یا عسل تا ببینیم که کدومش مزه‌اش بهتر میشه. این قهوه که درست کردیم 4 تا مدل قهوه مختلف. این اولیه قهوه‌ایه که این دستگاه اسپرسو سازمون ساخته، دومیه رو با فرنچ پرس ساختیم، سومیه با موکاپاتی که ایتالیایی ساختیم و چهارمیه هم که توی لیوان کوچیک ریختم قهوه ترکمونه. بریم از قهوه ترک شروع کنیم. من تو هیچ کدومشون الان هیچی نریختم و بریم یه تلخی خاصی داره. من از بچگی هم مزه قهوه ترک این شکلی که درست شده رو خیلی بیشتر دوست دارم. بوش هم خیلی فرق داره با این یکی ها. این یکی بوی یکم ترشی داره. اینی که با فرنچ پرس درست شده خیلی من بوی حس نمی کنم. یا شاید من کم ریخته بودم قهوه، یا شاید هم اینقدر الان بوی قهوه با هم قاطی شده که دیگه من زیاد درست حس نمی‌کنم. خب این بوش نسبت به بقیه‌شون متفاوته و خب دلیل اصلیش هم اینه که مدل قهوه‌ش هم فرق داشت و دستگاهی هم که درستش کرده فرق داره. خب من برم اینی که با موکاپات درست کردیم رو تست کنم. رنگاشون هم با هم دیگه فرق داره. اگه اینا رو مثلا مقایسه کنیم، این دوتا با یه قهوه است ولی دوتا روش مختلف. البته خب نکته مهم اینه که این یکی آبش بیشتر بوده. حالا بریم تست کنیم مزه‌شون. خیلی فرق میکنه، خیلی با این یکی فرق میکنه. من یه ذره از یکی هم بخورم. این یکی مزه‌اش ملایم‌تر از اینه. این یکی مزه‌اش خیلی از همون اول که می‌خورید تلخیش رو قشنگ حس می‌کنید. آره این یه مزه خیلی خاص‌تری داره. حالا شاید به خاطر اون فلزی که توش درست شده هم هست. این دوتا شاید الان با هم خیلی فرقی نکنم، ولی حالا بریم تست کنیم. شاید این خیلی الان مزه‌اش کم باشه به خاطر آبش. مزه هیچی نمیده.
فکر کنم که یا احتمال زیاد من خیلی قهوه کم ریختم. حتی من از اون پیمونه که استفاده کردم حتی بیشتر از اون چیزی که معمولا برای یه فنجون میریزن ریختم. این مزه آب قهوه مزه آبی میده که داغه و یه ته مزه قهوه داره. خب من اینو خیلی نمیپسندم. البته اینم هست دیگه، گفتم احتمالاً به خاطر روشی که خودم درست کردم. این آخریه رو هم تست کنیم، خیلی فرق داره قیافش و هیچ کدومشون مثلا کف نداشتن. این تنها مدلی بود که الان درست کردیم و کف داشته بود. جالبه، مزهش شبیه به این مدلی که با موکاپات درست کرده بودیم. این مزهش یکم ترش‌تره. این مزهش ترش‌تره، این یکی تلخ‌تره ولی بازم ملایم‌تره. یعنی اون تلخیش خیلی زیاد از همون اولی که میخوری رو زبونت حسش نمی‌کنی. این یکی هم ترش‌تره هم فکر کنم تلخ‌تره. این خیلی مزهش با همشون فرق داره. خیلی جالبه که این سه تا الان یه قهوه استفاده شده توش ولی مزهشون خیلی فرق می‌کنه. بین همه اینا این دوتا خیلی بیشتر شبیه‌اند به هم و احتمالاً بخاطر اینکه خب مقداری هم که قهوه ریخته بودم تقریباً مثل هم بوده. این یکی که افتضاحه اصلا دوست ندارم. اگه میدونین من چه اشتباهی کردم یا خودتون از فرنچ پرس استفاده میکنین و خیلی خوب در میاد حتما بگین که هم من یاد بگیرم هم بقیه. ولی خیلی دوست دارم اینو یه بار دیگه درست تست کنم. این یکی هم که خب خیلی نسبت به بقیه‌شون الان یادم نیست الان گفتم تلخ‌تره یا نه، ولی حس میکنم این نسبت به بقیه‌شون خیلی تلخ‌تره. باید خوبم است. من معمولا زیاد قهوه نمیخورم ولی الان بین همه اینایی که من تست کردم اینو خیلی دوست داشتم. بعد احتمالاً قهوه ترکیه رو میگم خیلی بیشتر دوست داشتم. بعد این اسپرسوه، اینم که خب مشخصا آخر میشه. الان میتونیم بریم یه ذره چیزای مختلف این قهوه اضافه کنیم ببینیم کدومشون بهتر میشه. من الان عسل دارم اینجا، شکر دارم که خب این چیزای معمولیه که خب تو قهوه میریزن. شیر معمولی 1.5% دارم. من خیلی شیر برنج دوست دارم. شیر برنج نه، شیر برنج خیلی مزه خاصی داره ولی من مزه‌شو دوست دارم. من حتی خالی هم اینو میخورم و این یه خوبیش اینه که خب اگه کسی وگان باشه از این میتونه استفاده کنه که توی قهوهش بریزه. من یکم شکر توی تقریبا همه‌شون میریزم، یه مقدار کم، چون میخوام که شیرین بشه. اینم استفاده میکنیم دیگه. حالا ببینیم شاید با شیر تونستیم درستش کنیم و مزهش بهتر بشه. شیر برنجو من دوست دارم با این قهوه سازه که اتوماتیکه تست کنم. یه مقداری من شیر برنج میریزم این تو. شیر معمولی رم این دوتا چون مزهشون شبیه همه میتونیم تو یکی شیر معمولی بریزیم تو یکی شیر برنج بریزیم که با هم دیگه مقایسه کنیم. من تو این قهوه ترکیه شیر معمولی میریزم. من چون شیر برنج رو الان مزه‌شو بیشتر از شیر معمولی دوست دارم، توی این یکی که از هم مزه‌ش بدتر شدم شیر برنج میریزم، شاید بشه چیز بهتری در ازش. از این بعد شروع میکنیم دوباره قهوه ترک با شیر معمولی. خیلی مزه جالبی شده چون قهوه ترک مدلی که درست میکنیم خاصه. الان حس میکنم اون مزه‌ای که داشته رو بیشتر کرده و من اینجوری خیلی دوست دارم. تلخی که داشته رو کلا از بین برده ولی اون مزه قهوه‌ای که داشته رو نمیشه گفت زیاد کرده ولی چون تلخیشو حذف کرده من اینجوری بیشتر دوست دارم و الان دیگه اصلا مزه ترشی هم نداره و خیلی خوب شده. من این همینجوری اگه باشه عالیه، من دوست دارم. این یکی شبیه خب به اونه، این همونی که با موکاپات درست کردیم و تو شیر برنج ریختیم. خیلی جالبه، بوش خیلی الان دیگه اصلا بو قهوه نمیده و بو برنج رو میده. خیلی خاص شده مزهش. الان من خیلی مزه قهوه رو تو این تست نمی کنم، خیلی فقط بیشتر مزه شیر برنجه ولی یه ته مزه قهوه‌ای هم هست. الان یه نکته اساسی که هست اینه که انقدر من الان قهوه دارم پشت سرم میخورم مزه‌هاشون تو دهنم قاطی شده و ممکنه که اصلا چیزی که دارم میگم خیلی درست نباشه. اینو بذاریم آخر تست کنیم. من این قاشقو بذارم تو اینم که اونی که با همین دستگاه اسپرسو ساز بود. خب این بوی قهوهش خیلی بیشتره نسبت به اینا رو وقتی شیر بهشون اضافه کردم اصلا دیگه بوی قهوه نمیدادن. اینم خیلی خوب شده.
این دوتا الان مزهشون خیلی شبیه به هم شده، یعنی اون ته مزه قهوه‌ای که الان داره و من دوتاشون رو خیلی دوست دارم. این یکی هم تست کنیم، شاید یه چیز خوبی ازش در اومده باشه. همون مزه آبو میده که الان یه ته مزه شیر برنج هم بهش اضافه شده، ولی چون یه ذره شکر و این مزه شیر برنج هم هست، این الان بد نیست. فکر کنم به درد کسایی میخوره که خیلی مزه قهوه رو اونقدر دوست ندارم ولی میخوان یه ته مزه خیلی کمی ازش توی قهوه باشه. جالبه. الان بین اینا اینو خیلی دیگه اونقدر دوست ندارم، با اینکه تو شیر برنج هم هست. خیلی سخت شده الان فرق اینا برای من. خب یکی این که خب این دوتا شیر مختلفی که ریختیمه که خب مزه‌های مختلف اضافه کرده. الان که دارم همه رو هی پشت سرم میخورم فکر میکنم این هنوز خیلی اون مزه ترشی قهوهش هست باهاش و من الان اینو خیلی دوست ندارم. این خیلی میکس جالبی شده و مزهش با همه‌شون فرق داره و فکر کنم دلیلش هم مدل درست کردنشه که اونجور خاصی قهوه رو میریزی توش و حالا آب میریزی، آب جوش میریزی و میذاری میجوشه. یه مزه خیلی خاصی داره. من این مزه رو خیلی دوست دارم. این خیلی مزه قهوهش خوب شده. قبلش هم خوب بود ولی قبلش تلخی داشت ولی الان دیگه اون تلخی رو نداره. اینم خیلی خوبه. شاید اگه شیر معمولی ریخته بودم من اینو انقدر دوست نداشتم. الان بین همه اینا من اینو از همه بیشتر دوست دارم. من اصلا کلا بین همه قهوه‌ها اون مدلی که با اون قهوه جوش ترک قهوه درست می‌کنیم ازش بیشتر دوست دارم و خب الان دقیقاً همون اتفاق افتاد. حس می‌کنم این یکی که حتی با اینکه شیر معمولی هم توش ریختم احتمالاً اینو اگه شیر برنج می‌ریختم خیلی خوشمزه‌تر می‌شد. ولی الان بین همه اینا به نظر من این اوله که قهوه ترک، این اسپرسو قهوه به نظر من دومه توی مزه. این که اصلا آبه، مزه آبی میده که یه طعم قهوه داره. حتی اون شیره هم که بهش اضافه کردم اونقدر مزهش خوب نشه. و این یکی اینم خوبه، یه مزه ترشی داره. یعنی اگه شما دوست دارین اون مزه ترشی قهوه رو شاید از این خوشتون بیاد، ولی خب برای من الان این سومه. یعنی اول شد این قهوه ترک، بعد اسپرسو، بعد قهوه‌ای که با اون موکاپات درست شده و این یکی که با فرنچ پرسه. به نظر من این چیز معمولیه که خب همیشه همه درست میکنن تو خونه و خب تو کافه ها میتونین همینو سفارش بدین. یه چیز دیگه هست که من دوست دارم یکم به اینا اضافه کنم. حتی الان از فصل پاییز و اینا گذشتیم ولی تو فصل پاییز خیلی تو این کافه های اینجا پودر کدو تنبل میریزن که یه حالت دمستودیوم هالووینی بگیره مزهش، که هم اونو میریزن هم یکم پودر دارچین میریزن. یکم من دوست دارم به اینا اضافه کنم ببینم که الان چه مثلا تغییری ایجاد میکنه بین همه این مزه‌ها. بریم اونم اضافه کنیم. خب من دارچین آوردم و این پودر پامکین یا همون کدو تنبل که خب اینو توی شیرینیایی که درست میکنم میریزن، هم توی قهوه یکم میریزن. من دفعه اولی که از این استفاده کردم خیلی ریختم و مزهش یکم تلخ شد. دارم این دفعه میخوام خیلی نریزم. خب الان بوش خیلی فرق کرد. یه بوه فکر کنم این خودش دارچین هم داره. بذارید ببینم. این خودش دارچین هم داره. خب من دارچین دیگه نمیزنم تو این داره. همون خیلی بوش دارچینی و کدو تنبلش. اگه مثلا شیرینیایی که تو پاییز اینا میفروشن یا تو حالا میفروشن خورده باشید میدونید دقیقاً دارم در مورد چی صحبت میکنم. خیلی بوه باحالی داره. خیلی تو مزهش تغییر ایجاد نکرده. البته من خیلی هم نزدم ولی بوشو تغییر داده و خیلی جالب شده. به نظر من اینو اگه دسترسی دارین بهش امتحان کنین. من اینا رو دونه دونه یکم تست کنم. تو مزه‌هایی که من خیلی تغییری حس نمی‌کنم ولی تو بوش چرا؟ تو اینی که شیر برنج داره بوش کمتره. این خیلی بوش بیشتر. البته هم نزدم هنوز ولی فکر کنم اگه هم بزنم بوش کمتر شه. بوی خیلی جالبی داره. نمیدونم مثلا دیدین حلیم که بویی داره به خاطر اون دارچین و اون چیزای مختلفی که بهش بزنن، اینم یه جورایی شبیه اونه. این بد نشده. الان با این بوئه که بهش اضافه شده به نظر من میکس بو و مزهش خیلی بد نیست. خیلی ملوه. میگم بیشتر به درد کسایی میخوره که مثلا خیلی نمیخوان قهوه بخورن یا دوست ندارن. این آخری هم تست کنیم. این بوش خیلی عوض شده. قبلش بوی تلخی
این قهوه اسپرسو رو خیلی داشت، الانم داره ولی با میکس شده با دارچین، یه بو باحالی داره. ولی من این یکی رو بوشو بیشتر دوست داشتم که اون بو تلخی توش نبود. مزه هیچ تغییری نکرده، ولی به نظرم اگه میتونی رو امتحان کنی خیلی جالبه. رتبه بندی نهایی من همون چیزی بود که گفتم. اول این قهوه ترکه و اینم بگم که این سلیقه منه، ممکن شما نظر تو یه چیز دیگه باشه. قهوه ترکه، بعد این اسپرسو هست، بعد این موکاپاته، اینم که خب مثلا مزهش این آبه. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این روش‌ها رو تست کردید یا چیزای مختلف رو به قهوه اضافه کردید و خیلی خوب شده بود، حتما برای من تو کامنت ها بنویسید. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومده، حتما از این یکی ویدیو هم خوشتون میاد روش کلیک کنید و بریم ببینیم. تا ویدیو بعدی، فعلا.